خب عیبای رایجش چیه؟ اگه اصلا شارژ نمیشه یعنی باتری خرابه، یا آی سی شارژ سوخته، یا پورت ورودی شارژرتون مشکل داره. اگر خیلی سریع خالی میشه باتریش فرسوده است یا سلولاش ضعیف شدن. اگر خیلی پاور بانکتون داغ میکنه، مدارتون اتصال کوتاه، یا خازن خراب داره یا باتری مشکل داره. و اگرم کانکتورهای خروجیتون ایراد داره که حالا یا شل و اینا، باید عوضشون کنید و لحیم کاریشو یکم محکم‌تر کنید. برای تست کردن باتریا هم که هیچ کاری نداره، شما فقط باید باز کنید این پوست روشو، مولتیمترتون رو بزنید رو حالت ولتاژ، تک تک باتریا رو اندازه گیری کنین. حالا ببینین باتریتون کدوماش خرابه کدوماش سالمه. به این فرض مثلا این مثبت، اینم منفی. دونه به دونه باید باتری رو چک بکنین، یا با یه لامپ 1.5 ولتی باتریاتون رو چک بکنین که ببینین باتریاتون حالا ظرفیت دارن یا نه. اینم از اتمام این ویدیو. اگر از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که یه لایک بکنین پای ویدیو و نظراتتون رو برام بنویسین. چنل یوتیوبمون هم سابسکرایب کنین چون هر روز کلی ویدیوهای جدید داخل چنل یوتیوبمون آپلود میشه. و تا ویدیوی بعدی فعلا خدافظ.